سلام به دنبال کنندگان کانال ایزی مانی. بچه امشب اومدیم کد مرس 14 تیر 15 تیر ماه رو وارد بکنیم. کد مرس همونطور که میبینید این هستش، استیک. خب وارد ربات میشیم، صبر میکنیم تا ربات بیاد. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، چنل ما رو ساب داشته باشید، ویدیو رو هم لایک کنید، ممنون ازتون میشم. بچه رو گزینه وسط دیلی کیفر کلیک بکنید، وارد بخش کد مرس میشیم. کد مرس رو در واقع اینجا اسکرین شاتش رو با هم میبینیم. گزینه اول S 3 تا نقطه هست، گزینه دوم خط هستش، گزینه سوم نقطه خط، گزینه چهارم خط نقطه خط، نگرفت، خط نقطه خط، گزینه آخرم نقطه خالی هستش. خب بچه این کد مرس 1 میلیونی امشب بود، کد مرس در واقع استیک. وارد حساب دوممون هم میشیم که بتونید به صورت در واقع کاملتر و جامع‌تری بتونید در واقع کد مرس 1 میلیون رو برداشت بزنید. کد مرس هم داخل دیسکریپشن ویدیو و کامنت اول براتون میذارم و اگر از این ویدیو خوشتون اومد تا اینجای کار میتونید ویدیو ما رو لایک بکنید. بریم سراغ حساب دوممون بچه‌ها. عزیزای گل وارد حساب دوممون شدیم، ثبت میکنیم تا ربات همستر وارد بشه تا کد مرس 1 میلیون امشب وارد بکنیم. بچه‌ها خب وارد حساب شدیم، همونطور که گفتیم روی گزینه وسط از سه تا گزینه بالا دیلی کیفر کلیک میکنید. کلمه اول اس هست 3 تا نقطه، 1 2 3. کلمه دوم خط هستش، خط. کلمه سوم نقطه خط، نقطه خط. کلمه چهارم خط نقطه خط، خط نقطه خط. کلمه آخر هم نقطه هستش بچه‌ها، استیک. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم کانال ما رو ساب کنید. اگر خبری از نقد کردن این در واقع بازی و ایردراپ های این چنینی بود براتون میذارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تبلیغاتی که داخل در واقع ویدیوها نمایش میدن ممنون میشم تا انتها ببینید. بچه‌ها شبتون خوش.